گرمای شدیدی که هفته روان در روزهای انجام مراسم حج در عربستان سعودی حکم فرموست به حساب خبرگزاری فرانس پرس باعث هلاکت دست کم 576 حاجی شده است. تقریبا 2700 نفر دیگر را آفتاب چنان سخت زده است که در بیمارستان بستری کرده شدند. روز دوشنبه 18 میون سال 2024 به گفته هواشناسان حرارت هوا در مکه طبق جدول چلسی تا 51 درجه رسیده است. روز سه شنبه 19 میون هوا در این جا کمی سلخن‌تر همگی 47 درجه گرم شده است. حرارت به تدریج کمی پایین رفت ولی باز هم حتی در ساعت‌های شبانه حرارت از 40 درجه بالاتر باقی میماند و به این دلیل احتمال باز هم افزودن شماره قربانیان گرمای شدید پیش بینی کرده می شود. امسال از تاجیکستان نیز نزدیک 7000 نفر به حج رفتند ولی تا امروز درباره از گرمای شدید در مکه و مدینه آسیب دیدن زائران تاجیک خبری به دست نرسیده است. در شبکه‌های اجتماعی نوارهای میچرخند که در کوچه ها افتادن و جا به جا مردن چندی زائر آفت زده را نمایش میدهند ولی مقامات عربستان سعودی هلاکت حاجیان بر اثر گرما را رد میکنند. نماینده وزارت تندرستی عربستان سعودی اعتراف کرده است که بیش از 2000 زائر بر اثر گرما بستری کرده شدند ولی ادعا کرده است که کسی از زائران امسال از گرما جان نباخته است. این در حالی است که بنا به اطلاع فرانس پرس تنها از مصر 323 زائر در مکه و مدینه جان باختند. روز 18 میون مجله فرانسوی لمونده درباره هلاکت 136 زائر از اندونزیا خبر داد. مقامات اردن هلاکت 35 زائر از این کشور را تصدیق کردند. تونس از مرگ 35 زائر، ایران از 11 نفر و کشور افریقایی سنگال از هلاکت 3 شهروندش در عربستان سعودی خبر داد. بنا به امور رسمی وزارت حج عربستان سعودی سال 2024 برای ادای مناسک حج از 10 کشور دنیا بیش از 1,600,000 نفر به مکه و مدینه آمدند. بر علاوه 220,000 نفر از ساکنان خود عربستان سعودی نیز به حج آمدند.